بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. خواهران و برادران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله به فضل و عنایت الهی ما و شما و جزء دوم قرآن عظیم الشان رسیدیم که ما و شما شناسایی موضوعات 30 جزء قرآن در 30 روز رمضان میخوانیم و ما و شما در جزء دوم که انشاءالله جزء دوم قرآن عظیم الشان میگیریم و جزء دوم قرآن میخوانیم و در جزء دوم قرآن که هست به ادامه جزء اول قرآن، یعنی جزء اول قرآن که ما و شما خواندیم سوره بقره بود و در جزء دوم هم سوره بقره هست. و در سوره بقره اینجا که هست منهج تشریعی اسلام که در مقابل سایر نظام ها هست، یعنی موضوع اساسی جزء دوم چی هست. جزء دوم قرآن که حالا ما و شما شروع میکنیم موضوع اساسیش چی هست. در جزء اول ما و شما دو موضوعش خواندیم که چی بودک؟ در اونجا ما و شما خلافت آدم علیه السلام، خلافت بنی اسرائیل و خلافت ابراهیم علیه السلام و موفقیت ها و کامیابی ها و نتایج خلافت ابراهیم علیه السلام خواندیم. این خلافت اسلامی با آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم انتقال کرد از بنی اسرائیل به بنی اسماعیل به رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم از اولادهای ابراهیم علیه السلام هست، لکن از فرزندش اسماعیل علیه السلام. و بعد از اینکه این خلافت اینجا به رسول الله صلی الله علیه و سلم هم رسالت و هم نبوت و هم خلافت به رسول الله صلی الله علیه و سلم انتقال کرد. آل رسول الله صلی الله علیه و سلم که همین قسمی که الله متعال به ملائکه گفته بود که اینی جاعل فی الارض خلیفه، آل رسول الله صلی الله علیه و سلم من حیث آخرین پیغمبرا که جانشین از آدم علیه السلام گرفته تا به دیگه پیغمبرها بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث میگه که ما امو بنایی که اونا ساخته بودن امو رو تکمیل کردم که یک خشتش باقی بود. ما امو خشت امو لبنه هستم که دمو دیوار گذاشته میشه. بناهن آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم و نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم و خلافت رسول الله صلی الله علیه و سلم این ادامه امو مسئولیت و مکلفیت های پیغمبرای قبلی هست. در جزء دوم برای ما منهج تشریعی نظام اسلام و خلافت اسلامی را بیان میکنه. یعنی موضوع اساسی جزء دوم امو منهج و روش است که در منهج تشریعی است که در مقابل دیگر نظام هایی که وجود داره این منهج الله متعال من حیث یک نظام کامل و شامل که شامل تمامی عرصه های زندگی هست ایره بر بشریت ایره معرفی میکنه در جزء دوم قرآن. این نظام تشریعی که باید در نظام خلافت اسلامی انسان ها من حیث خلیفه در زمین هستند، اینا باید ایره تطبیق بکنن. در منهج تشریع اسلام انسان مؤمن مکلفیت داره که وقت کلمه میخونه که لا اله الا الله محمد رسول الله، با لا اله اول تمامی معبودان باطل نفی میکنه و الا الله میگه و با الا الله اثبات معبود حقیقی که الله سبحانه و تعالی هست که معبود به حق است و مستحق عبادت است را اثبات میکنه. همچنین با لا اله تمامی قانونگذارا و طواغیت اینا را کلشان نفی میکنه که هیچ کسی صلاحیت قانون نداره، صلاحیت تشریع نداره، صلاحیت فتوا نداره
و صلاحیت نداره که حلال حرام جایز حق و باطل تعیین بکنه برای بشریت بغیر از خالق یکتایی که او این صلاحیت داره که ذات حاکم حکیم با حکمت است. و کسایی که قانون ضد شریعت الله می سازن اینا طاغوت گفته میشن، خواه این طاغوت به شکل قانونگذارا باشه مثل پادشاه و رئیس جمهور و پارلمان و کانگرس و قوای مقننه و یا وزارت عدلیه و یا لوی جرگه و اینا باشه، و یا همین طاغوت به شکل احبار و رهبان علمای درباری که ضد شریعت الله فتوا میتن ای باشه. اینا رو باید کلش نفی شود. چی طاغوت قانونگذار باشه، چی طاغوتی که برای این طاغوت های مطاع، اونا مطاع گفته میشوند. به طاغوت مطاع طاغوتی است که اطاعت میشه. چی او طاغوت مطاع باشه، باید به او که مطاع یعنی کسی که قانون میسازه ضد شریعت الله که به هر لباس باشه، او طاغوت هم باید نفی بکنه. و طاغوت مطبوع که به تی نوشته میشه، علامه ابن قیم این تشریح کرده که کل ما تجاوز به العبد حده، هر بنده ای که از حد خود تجاوز میکنه، من مطاع او مطبوع او من معبود او مطاع او مطبوع. چی طاغوتی باشه که مثلا قانون ساز است، ضد شریعت الله قانون میسازه، و یا این طاغوت فتوا برای این قانون سازا میته برای از این طاغوتای کلان در لباس علمای دینی احبار و رهبان و درباری ها، و یا هم این طاغوت چی باشه که خود ادعای غیب میکنه و خود معبود قرار میده و مردم به عبادت خود دعوت میکنه، و یا از اگر در مقابلش عبادت شوه از این راضی میباشه. این تواقیت انسان با این کلمه چی میکنن؟ نفی میکنن. وقتی که این تواقیت نفی شد و اینا صلاحیت عبادت هم اطاعت ندارن و معبودای باطل هم نفی شد که اونا صلاحیت عبادت ندارن، پس اینال صلاحیت و عبادت و تشریع الا الله، این مخصوص الله است، فقط برای الله هست، بغیر از الله که او خالقی هست که صلاحیت داره که تشریع احکام بکنه و صلاحیت داره که این خالق با عظمت برای بنده هایش چی بکنه؟ برای بنده هایش به می شکل نظام بنده هایش رو عبادت بکنن. خب اینال این عقیده توحیدی انسان مسلمان برای انسان حکم میکنه که به احکام تشریعی اسلام یقین داشته باشه و در او هیچ شک و شبهه نداشته باشه، صادقانه همه را قبول بکنه و به تمامی احکام انقیاد و تسلیمی داشته باشه و این احکام با محبت و اخلاص تطبیق بکنه. یعنی در کلمه طیبه شروط است و در کلمه طیبه ارکان است. شروط کلمه چی بود؟ ارکان کلمه چی هست؟ که کفر به طواغیت و نفی معبودان باطل و اثبات عبادت و اطاعت به خالق یکتا، این دو رکن هست. و رکن سوم محمد رسول الله هست که به رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان داشته باشی. و شروط کلمه که 7 شرط است که به الله سبحانه و تعالی یقین داشته باشی و همین قسم محبت داشته باشی و اطاعت داشته باشی. اینا کل از ما و شما در شروط کلمه طیبه این ما و شما خواندیم. اینا ای است وظیفه یک مسلمان که وقتی ای ارکان و شروط کلمه را باور کرد، با امو صدق و اخلاص و امانت امی احکام الهی را تطبیق میکنه. برعکس از مخالفین شریعت الهی، اونا چی میکنن؟ و بهانه‌های مختلف از نظام تشریع الهی سرکشی میکنن، گاهی تکبر میکنن، گاهی دروغ میگن، با تکبر و دروغ خودی را نفی میکنن و گاهی هم شبهاتی را تقدیم میکنن که مانع تطبیق شریعت الهی شوند. در سوره بقره بعد از اینکه آغاز خلافت اسلامی را از زمان آدم علیه السلام بیان کرد و سلسله پیغمبران را مثل ابراهیم و یعقوب علیه السلام معرفی کرد، اینال ما و شما به فصل سومی رسیدیم که در این فصل سومی ما و شما که از آغاز سوره، از آغاز جزء دوم است، فصل سوم شروع میشه که در این منهج تشریعی یا قانونی
نظام جهانی اسلام، یعنی نظام خلافت اسلامی هست که در این دو بحث اساسی هست که بحث اولش منهج تشریعی خلافت اسلامی را یا نظام سیاسی اسلام رو معرفی میکنه و بخش دومش معرفی میکنه که امارت طالوت علیه السلام و خلافت داوود علیه السلام من حیث دو نمونه بارز برای خلافت اسلامی و برای امارت یا امیر بودن جهاد که طالوت علیه السلام امیر جهاد بود. در مقدمه الله متعال در سوره در آغاز جزء دوم در نخستین آیت جزء دوم اهل توحید موقفشان در پذیرش تشریع الهی مقایسه بین موحدین و مشرکین و موقف های از اینا را بیان میکنه. مثلا بیان میکنه که صفت دشمنان حق چی هست؟ شبه افغانی هست، جهالت است و انتقاد است به تشریع الهی. یعنی دشمنای الهی همیشه شبهه ایجاد میکنن، جهالت میکنن و انتقاد میکنن به تشریع الهی و برعکس از اهل ایمان چی عادت دارن که اینا وسطیت دارن، شهادت دارن، متابعت دارن، موقف وسط اختیار میکنن، احکام الله را آمنا و سلمنا میگن و به این شهادت میدن و متابعت میکنن. الله متعال این بیان میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سیقول السفهاء من الناس. الله متعال میگه وقتی که وقتی قبله از بیت المقدس به طرف کعبه شریف انتقال پیدا کرد، اینجا دشمنای الله برخواستن و انتقاداتی را در ایرا کردن. دوستای عزیز، همینجا برق ما رفت، من معذرت میخوایم. ما شما به نماز دیگر میریم ان شاء الله تعالی. باز بعد از نماز عصر نماز که خوانیم ان شاء الله ما و شما دوباره باز درس خود شروع میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.